رضا جان بگو کلن 0 تا 100 قصه بومگردی و چی شد که اومدی تو روستا و همچین سبک زندگی رو انتخاب کردی و موندگار شدی تو روستای، حالا روستای پدریته، روستای نیست، هر قصه ای که هست بگو بشنویم. من خودم کارشناس ارشد مرمتم و آرزوی هر مرمتی اینه که بیاد یه خونه قدیمی بازسازی کنه و خودش بازسازی کنه و اونجا زندگی کنه. بله خب. و من از سال 88 که وارد دانشگاه شدم به واسطه اینکه این روستا ثبت ملی تو این روستا زیاد می‌اومد. روستا پدری یا نه؟ نه روستا به خاطر روستا پدریم که توی شهرستان هیرمنده اونجاست. درست. من به خاطر اینکه ثبت ملی بود پروژه دانشگاهی اینجا انجام دادم زیاد می‌اومدم و از اینجا زمانی جدی شد سال 96 من یه پروژه مرمت اینجا گرفتم که کارفرما میراث فرهنگی بود. این جداره رو مرمت کردیم ما، یه بخشیش رو مرمت کردیم. بعد یکی از روستایی‌ها که اینجا بود بهش گفتم که روستاکارم، گفتم که یه خونه برای من پیدا کن من بخرم. استادکار بنا بود یا مثلا استاد دانشگاه شما؟ نه استادکار بنا، استاد کار بود. بعد چند ماه بعدش به من زنگ زد که من یه خونه پیدا کردم بیا اینجا. بعد این خونه اینقدر مخروبه بود که حالا بعدها همسایه میگفتن که ما مثلا اصلا وحشت میکردیم تو این خونه میرفتیم، مثلا میگفت شبا که از اینجا رد میشدیم فرار میکردیم که اینجا جن حالا اینقدر مخروبه بود. بعد من اومدم، حالا راهروها اینا همه تخریب شده بود. اومدم وارد این راهرو اصلی شدم و اون فضای دستکند که اونجا دیدم گفتم که نه این همونیه که میخوام، اثر هنریه این. و خونه رو خریدم و سال 96 آخرای 96 خریدم و بعد چند ماه طرح مرمتش طول کشید که طراحی کردیم که این فضا چی بشه، مثلا هر فضا رو جدا و اصلا نقشه برداری یا برداشت پلان این ساختمون اصلا یک چیز عجیب غریبی بود. من این نقشه بردار آوردم اینجا، نقشه برداری که از اینجا که رفت و من پیام داد گفت آقا کار من نیست. اینقدر که خاطر تو محافظه و کد ارتفاعی چون 5 طبقه قرار گرفته خیلی سخت بود که اینو مثلا بیاد برداشت کنید. دیگه شروع کردم به برداشت دستی، یعنی خودم از طبقه پایین شروع کردم برداشت کردم و رسیدم به طبقه آخر و بعد از برداشتش دیگه طراحی. و خب شما اینجا ذهنیتی داشتی مثلا از بنای اصلی که بوده، یعنی همین بوده شما آوردیش بالا یا نه دستکاری کردی دست بردی توش؟ همین بوده، یعنی من زیاد دست نبود. تنها فضایی که ما اینجا ساختیم این فضای سفید رنگی بوده که اینجا بعدا من اضافه کردم به سابق. چرا؟ خاطر اینکه این به اون راهرو پایین وصل میشد و این باید یه سقف میخورد که باد و بارون اینا تو اون راهرو پایین نره. خب خاطر همین و شما میبینید یه جایی مثلا رنگ سفید من انتخاب کردم یا این سازه جدید سفید رنگ شده. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بیننده متوجه بشه جدیده، تغییر رو احساس کن. بله دقیقاً، اصلا جزء مبانی مرمته اینکه شما وقتی یه چیزی اضافه میکنید باید رنگش متریالش متفاوت باشه که بیننده متوجه بشه، کدی بهش بدی. بله که این جدید کار شده. اینجا 3 سال مرمتش طول کشید. تو این 3 سال اونجا با حوصله و با سلیقه و مرمت اگه این نباشه اشتباس به نظرم. ببینید من سال دوم به این نتیجه رسیدم که اصلا یه جایی رو مثلا اومدم اصلاح کردم، گفتم نه اینجوری باید بشه. خب آره و آخرش نتیجه شد این. و اینجا خیلی تأثیر داشت رو مردم سیستان اینجا. خب
خیلی بازخوردهای خوب داشت. آره خیلی. مثلا من بعد احیای اینجا خب بعد شما وقتی اومدی و نمیدونم اینجا رفت آمد شد اینا شاکی نشدن مثلا همسایه ها اهالی روستا؟ این قطعا هر همسایه جدیدی میره یک گاردی میگیره همسایه که مثلا این میتونه چجوری باشه، تاثیر مثبت داره یا منفی داره یا اصلا شخصیتش چجوریه. با اینکه حقم داشتم، منو نمیشناختم، من از یه جای دیگه اومدم اینجا، ولی مردم احساس میکنن که من نیومدم مثلا اینجا بیام به یه درآمدی برسم و یا مسئله اقتصادی باشه. حتی شده که اشتغال زایی شده برای خود روستا مثلا. آره، مسئله اول من زیست بوده و مسئله دوم یه سری آموزش‌ها بوده که آموزش‌های صنایع دستی مثل خامه‌دوزی و سیاه‌دوزی و ما اینجا حتی شاهنامه‌خوانی هم داریم، آموزش چرخ سفالگری اینجا داریم و برای بچه آموزش سفالگری داریم. آفرین. و بعد از این که مثلا ما اینجا رو احیا کردیم، این همسایه‌ام به ما گفت که شما که اینجا رو درست کردیم منم میمونم و این بزرگترین و ارزشمندترین جایزه بود که اصلا به من دادن. شما باعث شدی که یکی که می‌خواست مهاجرت کنه بمونه. من تلفنم جواب داد. سلام. چطور؟ خوبی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ سلامت. قربانت. همینجا تو حیاط نشستیم. نه ما قلعه‌نویم، همون بومگردی آی بارانی. آره امو نخوری به این نیفته. هوا که گرمه، الان یه بادی شد یه مقدار بهتر شد. حالا گرم که زور ما احتمال امشب بمونیم چون چراغ ماشینم همچین درست درمون نیست دیگه. بمون صبح. تو که فردا تعطیلی آره یا میری؟ خیلی خوب. باش. چه خبر اونجا؟ خیلی خوب. باش. چیزی که لازم نداری. باش. قربانه خدا بخش. آره بازش میکنی خودم بتونم بفرستم. خب بعد گفتی یکی از همسایه‌ها اومده پیشت گفته ما می‌خواستیم بریم، حالا که شما اومدی و ما میمونیم و یکی از بهترین همسایه‌هامونه و خیلی آدم خوبیه. آفرین. و بقیه هم همینطور. مثلا خونه‌ای که ثبت ملی کنارمون من خیلی رفتم و میراثم اتفاقا خیلی پیگیر بود. یه دیواری داشت تخریب شده بود، هزینه گرفتیم از میراث. همین خونه بغلی ها؟ آره مرمت کردیم و من دیدم یه دری بوده که الان دره رو اول آجر زدن. مثلا تو کوچه بوده و بعد میره تو حیاط دیگه، ورودی اصلیش اونجا بوده. خب و این همسایه هم موندگار شد. همسایه هم موند و جالبش اینه که حالا ما داریم با دیاری و شورای اینجا همکاری میکنیم برای طراحی معابر یا مثلا جایی که میخوایم کار کنیم، دیار میاد میخوایم اینجا کار کنیم، یه طرح بده میخوایم انجام بدیم. یا مثلا یه نفر اومد، چندین مورد اومده، مثلا آخرین مورد یه خانم بود اینجا زندگی میکرد، گفت که این خونم ترک داره و اینا، یه راه کار بده که مثلا اینو بازسازیش کنیم و اینا برای من جذابه. مثلا فیلم‌ها دیدی مثلا یه دکتری میره توی روستایی مثلا نصف شب در میذارن اینا من دوست دارم. اصلا ببینید یکی از دلایلی که من اومدم اینجا اینی که اومدم تا جایی که میتونم یه سری خونه رو حفظ کنیم یا اصلا احیا کنیم. الان برای آقای اون وسط‌ها یعنی کنار بام قلعه‌نو بهش میگن، اونجا داریم یک مغازه صنایع دستی باز میکنیم که هم یه سری چیزهای خیلی قدیمی داره، هم بشه موزه و هم بشه فروش صنایع دستی اونجا. آره مثلا از قالی یا مثلا سیاه‌دوزی، خامه‌دوزی که از اونجا فروش داشته باشه. خب اینجا بعد مثلا شما که الان داری همچین فعالیتی انجام میدی، به هر حال شما یه سری مهمان داری، پذیرایی میشن اینا، اومدی مثلا یه تعاملی هم با بچه محله داشته باشی، با همروستایی‌ها داشته باشی، مثلا نون از یکی تهیه کنی، پنیر از یکی تهیه کنی، شیر از یکی، که در قالب یه اشتغال زایی هم مثلا اسمشه.
100% این بوده. یعنی ما از همین خیلی از وسیله همونو ما از سوپرمارکت ها اینجا خرید میکنیم تا از بیرون. شیر رو مثلا یه آقایی هست اینجا به ما میده و ببینید یه مسئله که اینجا هست، من خودم رو نقد میکنم و میگم که من یه خورده ضعیفم تو بحث گردشگری که بخوایم اینجا رونق پیدا کنه. گردشگر خیلی اولا که گردشگر اصلا سیستان خیلی کم میاد و میتونه اینجا بیشتر بیاد با تبلیغاتی که انجام بشه، با کارهایی که بشه. کلا خودت تو فضا مجازی ضعیفی، یعنی خیلی فعالیت نداری. خیلی فعالیت ندارم و چون درگیر یه سری کارهای مرمت هم، مثلا یه سری کارها دارم زاهدان همین زابل داریم مرمت میکنیم، یه خورده درگیر اونم. ما حالا مثلا منتظر یه پروژه دیگه هم که برم اونو دوباره احیا کنم مثل این در بیارم و اینجا رو اصلا تحویل یه نفر بدم که آقا بیا تو اینجا و بحث گردشگری شو. بله بحث گردشگری شو، تو بیا رو برو. امسال ما برای مرمت اینجا 2 جایزه داخلی گرفتیم و یه جایزه بین‌المللی هم پذیرفته شدیم که هنوز جوابش نیومده. یه جایزه ملی مرمت ایران و یه جایزه خانه ملی ایران، رتبه اول شدیم تو ایران. گفت اینجا هم ثبت هم کردید؟ بله اینجا حدودا مثلا 1 سال قبل ثبت ملی شد اینجا. خب بعد این بعدها مشکل ساز برات نمیشه تو بحث فروش یا نمیدونم یه روزی شاید بخوای بری؟ ببین من اینجا رو ساختم که برم دیگه. حالا فروش اصلا بهش فکر نمی کنم که اگه بخوام بفروشم اینجا رو. مسئله من مسئله حفاظت اینجا بود، یعنی احیای اینجا بود که اینو احیا کردم، حالا بعدش بدم به یکی از مردم این روستا. یه دغدغه‌ای داشتی که حالا انجام شد و فعلا اینجا داریم زندگی میکنیم، تا وقتی که هستیم اینجا داریم لذت میبریم و هستیم. حالا بعدش هیچ تصمیم نگرفتیم، هیچ فکری نکردیم که بعدش رو بخوایم چیکار کنیم. اوکی کلا با زندگی تو روستا؟ عالیه. اصلا فعلا اینقدر داره اینجا خوش میگذره. مثلا باید وقتی که میخوابم مثلا چشمو باز میکنم و اون تاقو میبینم، اصلا یک لذت دیگه. بعد شده مثلا توی فاصله کسی ازت کمکی بخواد برای بحث مرمت و نمیدونم شخصی ها، ارگان دولتی نه، بخواد یه همچین کسب و کاری راه بندازه، بومگردی حالا اسمش هرچی هست، بوده مثلا موردی بوده؟ این کار میشد یه رزومه حرفه‌ای منم میتونه باشه. یعنی بعد از احیای اینجا من چندین پروژه مرمت گرفتم به خاطر اینکه اومدم و یک کار دیدن که مثلا این کار چی اصولی شسته رفته چی شده و بعد از اینکه مثلا جایزه مرمت گرفتم، حالا من تو محله بازارچه شاپور یه خونه شخصی داریم با یکی از بچه‌ها طرح مرمت میدیم و داریم مرمت میکنیم تو تهران و همچنین سیستان هم خیلی از تهران هم پروژه گرفتی کار میکنیم، ولی اون دوستم اونجاست و ما داریم با هم انجام میدیم. و دوستایی دارم که اونا هم مرمت میخونن و خیلی مشاوره میگیرن یا مثلا با هم مثلا اون پروژه‌ای که دارن کار میکنیم با هم کار میکنیم. زابل هم که زیاد اتفاق افتاده که من به بچهای زابل گفتم آقا هر کس خونه پدریشو، خونه پدر بزرگشو بخواد احیا کنه، من مجانی میام طراحی میکنم و بیاد احیا کنه. و این اتفاق افتاده. چندین خونه رو رفتیم طرح دادیم، مرمت کردیم و کار خوب اتفاق افتاده. و یک اتفاقی هم تو شهرداری افتاد. یک ساختمون قدیمی بود وسط پارک بانوان، اونم خیلی داستانش جالب بود. من رفتم برای طراحی سردرب ورودی پارک بانوان، بعد این ساختمون رو دیدم، یه ساختمون 700 متر مربع که من شهردار پرسیدم که داستان این چیه؟ گفت هفته بعد قرار تخریب بشه. بعد ازش خواهش کردم که بیا بریم، ما بریم مثلا این ساختمون رو ببینیم با هم. همون روزش اومدیم دیدیم و اینا. گفتم یه هفته به من اجازه بده من طراحی کنم، یه طرح مرمت بدم، شاید بتونیم این ساختمون رو نگه داریم. گفتش که باشه. ما اومدیم اول این کلاً اندود سیمان بود این ساختمونه، اندود در آوردیم، آجره
دوره پهلوی آجر قشنگ. این آجر اومد بیرون، بند کشی شد 1 مترش و این الگو شد اومد تو اون گزارش ما و من یه گزارشی آماده کردم که این ساختمون چیه و اصلا ارزش این ساختمون چیه و چه کاربریایی میتونه داشته باشه این 700 متر مربع. سالن‌های بزرگ 8 متر در 20 متر هر سالن. دور پهلوی بوده؟ دور پهلوی. خب بعد کاربریش چی بوده قدیم؟ انبار بوده. 700 متر انبار. اولش که اینجا میگفتن بنیاد پهلوی بود، یعنی میگفتن بنیاد پهلوی که بعدا تغییر میکنه به بنیاد مستضعفان و بعدها میشه انبار. این از انبار استفاده میکنن. بعد ما اومدیم و اون اول جلسه شورا و اینا همه بودن، 2 تا از شورا گفتن آقا این ساختمون با تخریب بشه. گفتم آقا باش، فقط شما 20 دقیقه اجازه بدین من این گزارش که آماده کردم ارائه بدم. گزارش رو ارائه دادیم و اینا نظرشون عوض اصلا عوض و الان اونو مرمت کردیم و واقعا میتونم بگم که یکی از بهترین پروژه‌های سیستان شده و آبروی شهرداری شد اون ساختمون. خیلی ساختمون اصلا همینا میتونه چیز بشه، خودش جاذبه گردشگری بشه. بله. اینا که یه املتی هم با هم بزنیم ببینیم دنیا دست کیه. به نظر شما دنیا دست کیه؟ دنیا دست خودمونه. دنیا دست خودم. انبار دست میکنم بیرون میشه. انبار دست آورده. آقا شما دیگه از املت رو بودیم. والا املت که رب و تخم مرغ. نه این که چرا شد املت و این کاکا صادق اومد. آره ما اتفاقا هم چند وقت پیش یه ویدئویی گرفتیم داستان تعریف که من از همون قدیم کلا صبحای جمعه همیشه چیز میکنم، صبحانه من املت بود، هنوزم هست. حتی مثلا خیلی از بچه‌ها میگن بابا مثلا جمعه که مثلا خونه دیگه حالا برو یه جیگری بزنه یه کله پاچی بزنه، همش املت. ولی آره عاشق چیزم، عاشق املتم. از هم قدیم هم به همین سبک قهوه خونه‌ای دوست داشتم با هم تابه‌های این شکلی و انبردست درست میکردم دیگه. گفتیم که ما که حالا علاقه داریم به این قصه بریم تو دلش و زایدان خوبی شد که مثلا این که بیاد یک کار تخصصی انجام بشه. به نظر من زابلم نیاز داره به این اتفاق. آره من خودم خیلی دوست دارم که 2-3 نفر اومدن صحبت کردن که حالا راه اندازی میکنی فلان اینا، حالا بنا به دلایلی داستان کنسل شد. ولی خوبه دیگه، الان فرهنگ صبحانه داره جا میفته و نیازه. مثلا ما قبلا هم فکر میکردم مثلا تو زایدان فقط باید کله پاچه بخوری یا نمیدونم جیگر بخوری، دیدن نه تخم مرغ هم میشه خورد، املت هم میشه خورد و خدا رو شکر که حالا بعد از ما چند نفر دیگه اومدن و همچین کافه هایی زدن و زایدان. حالا من خودم دوست دارم بیشتر برم سمت سوی قهوه خونه، یعنی این که مثلا میگن کافه خیلی خودم حال نمیکنم مثلا میگن کافه، یعنی دوست دارم اونجا با به اسم قهوه خونه شناخته بشه و با همون فضا و مرام و منش قهوه خونه‌ای بره جلو. من همین رو دوست دارم، همین اتفاقی که اونجا پیش شما افتاد، این که اومدی یک سبک قدیمی این سیستم رو پیاده کردی و همش المانای سنتی درست دیگه. ما اون طراحی درای خونه خودتون که آوردین روی آره کار خیلی خوبه اصلا. اونا درای خونه پدریمه و واقعا هم هر کدومشون حداقل 50-60 سال قدمتشونه. گفتیم به جایی که بندازیم دور اینجوری استفاده کنیم، یادگاری هم میمونه. به هر حال ما اینقدر درا رو باز کردیم و بستیم و رفتیم و اومدیم. اومدم قالی قدیمی که اونجا تو اون فضا آره تو اتاقه
این کار رو منظر من حسم میده به اون فضا این کار دقیقا. جدا از بحث اون املت یا نیمرو یا آگینه خوشمزه اونجا، اون فضا دلنشین دیگه ما فرهنگمون همینه، میگه هر کسی کو باز ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ما الان هم افرادی که مثل خودمون دهه 60 هن یا 50 هن میان اونجا، انگار غرقشون کردی در گذشته، کلی خاطر بازی میکنن با حالا